سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم حال همهتون خوب باشه. باز هم به معرفی یکی دیگه از پروژه های شرکت ساختمانی نکس هاوس خوش آمدین. نمای ساختمانی را که میبینین در مساحت 85 متر مربع در شهر طالقان ولایت تخار طرح به اجرا گردیده است. تعمیر مذکور در 3 طبقه اعمار شده که در طبقه اول و دوم هر کدام به طور جداگانه دارای 2 اتاق، 2 حمام، 1 آشپزخانه و 1 سالن می باشه و طبقه تک هم دارای 1 سالن بزرگ، 1 آشپزخانه و 1 حمام است. خب دوستای عزیز، نظر به این که مساحت زمین برای ساختن ساختمان خیلی محدود بود، ما پارکینگ را در این قسمت برای وسایط در نظر گرفته ایم که از این مسیر موتر می آید و این مساحت برای پارکینگ در نظر گرفته شده که وسایط پارک شوند و قسمی که معلوم میشه یک فضای باز است. در این ساختمان همچنان نظر به این که مشتری درخواست کرد ما یک صفحه یا برنده در نظر گرفتیم که در طبقه اول از این صفحه استفاده می شود، طبقه دوم هم از صفحه منزل دوم استفاده میشه که راهش از طبقه بالا از این مسیر است و این صفحه یا برنده معمولا در فصل تابستان استفاده بیشتر داره. همچنان برای فامیلایی که در منزل دوم زندگی میکنن اونا میتونن از تخت بام استفاده بکنن که این فضای تخت بام یک فضای خیلی باز و بزرگ است. خب دوستای عزیز، تشکر از اینکه ویدیو را تماشا کردین. شما نیز می توانید برای طرح، دیزاین و اجرای سایر امورات ساختمانی تان با شرکت خدمات انجینری ساختمانی نکس هاوس از طریق شماره‌ای که روی صفحه تان ظاهر میشه به تماس شوین. همچنان ما را در فیسبوک و اینستاگرام دنبال کنین و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنین تا از سایر پروژه های ما مستفید شوین.